سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من لنفرو هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. خب همونطوری که میبینید من اولین ویدیومه که با صدای خودم دارم صحبت میکنم و یه ویدیو خرج کردنیه. منم کم سن و سال ترین یوتیوبر فری فایرم. امیدوارم که حمایتی از من بشه. خب همونجا که میبینید ما یه سایت اسکین مشت جدید وارد بازی شده که 3-4 روز 10 روز قبل از اینکه بازی بره من دارم ویدیوشو برای شما میذارم. بعد الان ما 1672 تا جم داریم. ماهانم رو جمع کردم که بتونم بیام برای این سایت اسپین بزنم. امیدوارم که فقط کار به اسپین آخر نرسه. خب وارد سایت میشیم و چقدر گردونه و جاییم. خب اسپین اولی که 9 تاییه. ما شروع کنیم به اسپین اول. خب معلومه اصلا با یه اسپین که نمیده. خب اسپین دوم هم میزنیم. خب اسپین سوم. ببین از اینجا دیگه این اسپین داره فشار میاره رو ما. خب آقا اینجا اگه الان با این 399 تا بده ما خیلی میریم جلو، یعنی خیلی جم سود میکنیم اگه این اتفاق بیفته. خب اینو میخوام، من اینو میخوام. خب نمیده دیگه، نداد. همطوری که میبینیم کار به اسپین آخر کشید و اینترنت بند. و بالاخره اسکین مشت رو گرفتیم. خب بریم سر آپگرید کردنش که من زیاد توکن ندارم. اولا توکناشو گذاشتم برای لول 4 کردن کوبرام. خب اینطوری که الان میبینید اینجا 40 تا میخواد برای آپگرید کردنش. خب 40 تا رو میدم دیگه. این آپگرید شد تا اینجا 29 تا میخواد. تا اینجا دیگه نداریم ما. اصلا اسکی مشت رو بگیرم تو دستم لازم بریم. بنازم. خب یه دست بریم ترنینگ، یعنی میخوام اون قصر که دارم مشت میزنم یه تست بکنم. بیا اینترنت دوباره. اینترنت دوباره. خب استارت شد. ای خدا بخواد. این اسکی مشت خیلی ظاهر خفنی داره از نظر من. چقدر خوبه آجی. نه خوب یه حالای ریزی ازش میزنه. بریم 150 خوبه. 100 تایی داره میده. آجی خدایی اسکین مشت خوبه، ولی خب دیگه نباید کار به اسپین آخر میکشید. اوکی خودم الان 70 تا 80 تا فکر کنم جم داریم فعلا در حال حاضر. بیام یه دونه اینجا بزنم، یه دونه 5 تایی بزنم عوض کنم ببینم چی میتونم از اینجا بگیرم که بازم نمیشه. یه 5 تایی الان من هیچ کدوم رو نمیخوام. یه 5 تایی دیگه. یه آخری 5 تایی میزنم که دیگه داره الکی وقت رو محروم میشه. من چیکار کنم؟ الان گیر کردم اینجا. من الان نگاه کن 63 تا جم دارم. امشب شورت ویدیوشو میذارم براتون. یا میام برای این باکس میخرم یا میام اینجا همین برای همین باکس رو میخرم اینجا. خب
دمتون گرم بچه‌ها، مرسی که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید. خیلی ممنونم از شما. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. خیلی ممنونم از شما. خداحافظ.